از یک خانواده 13 نفری تنها یک دختر، یک برادر و یک خواهرزاده‌اش زنده مانده است. برادر و خواهرزاده‌اش هم در شفاخانه امرجنسی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. همسر، پدر، مادر، خواهر، خواهرزاده و 3 فرزندش را دیشب از دست داد. یه رقم صدای غرفسه گفتی فیر با ما، گفتم والا کل سر خانه ماست. بیوارم تو دروازه رو باز کردم، زدم خود 2 منزل پایین خود زدم. 2 منزل پایین زدم. رفتم که کل گیر آمدم پس بالاشم کل چارپلا قفزید دخترک، یک دخترک 2.5 ساله که دیگه قاز زنده مانده، کل شهید شده. این رویداد حوالی ساعت 1:30 شب گذشته در مربوطه حوزه 15 شهر کابل رخ داده است. زیان بسته می باشه، از سر دیوال تا میشن، 3-4 نفر مسلح می باشه. دیگه حادثه از این قسمت شروع میشه، از اینجا ضربه میکنن، 3-4 نفر در خانه از بین میبرن. اونای زخمی هست. اینجا هم ضربه میکنه، 2-3 نفر سیاسرها را اینجا از بین میبرن. 2-3 دانه تفلک ها اینجا خو میباشه، اینو به نزدیک سعی کنه. ما که آمدیم دیگه که دیدم که یک وحشت است، خانه دود بارود پر است دیگه. ما وشم گم کردم. خلاصه بچه‌م یک لرزه در جانم آمد که اتا ما اشکم خشک شده. اشکم خشک شده، باور میکنی؟ اشکم خشک شده. پایای لچ، سر لچ، ما 2-3 تا زخمی را بردم. خب متاسفانه که یکیش درا شهید شد. اونم 2 تا بچگکا دیگه که در امرجنسی رساندیمش. دست سیماگلام خورده بود. ظاهرا این حادثه ریشه سابقه دارد. گفته می شود متهم حدود 1 سال قبل بالای این خانواده و پس از آن بالای پلیس که برای بازداشت وی آمده بودند حمله مسلحانه کرده است. اینجا ای بدبخت گرو ششته بود، گفت ما گلکار مزدورکار هستم. یک وقتی که امروی برادرم جنگ میکنه، میگه برادر اینجا دو نزن، سیاست از جنگ نکو، پیسه است، ما پیسه گتا میتم دیگه، کدام مشکل ما تو نداریم دیگه. بیادر دمی گپ تفنگچه میکشه، بیادر ما میزنه و کسی نمیبوشه، سیاست رو میزنه. بالاخره اینجا کتاوزه یک شب یک روز مقابله میکنه. این خانواده ادعا دارد که متهم پس از رها شدن از زندان آنان را تهدید به مرگ کرده بود. مسئولین حوزه 15 هم این تهدیدات را رد نمی کند. فاعل اصلی قضیه که به نام خانشیرین نام دارد از محل فرار میکنه و در این خانه به تعداد 10 نفر که 4 نفر طبقه اوناست، 3 نفر مرد و به تعداد 3 نفر طفل به شهادت میرسند و 2 نفر هم زخمی میشود. این یکی از نمونه های حوادث جنایی در شهر کابل است. باشنده های این شهر همواره از واقعات مشابه و این شکایت کرده و یا هم شاهد آن بودند.